سلام. حضرت عیسی مسیح کی است؟ ما کتاب مقدس با هم میخونیم و تا بتونیم درک کنیم عیسی مسیح کی است. خب و در این فصل انجیل یوحنا، فصل 7، خب میبینیم که رهبران دین میخواستند عیسی مسیح را بکشند. چرا؟ چه کار کرد تا اونا میخواستند او را بکشند؟ ما گوش میدیم و بفهمیم. یوحنا باب 7. پس از آن عیسی در جلیل میگشت، زیرا نمیخواست در یهودا باشد، چون که یهودیان قصد کشتن او داشتند و عید یهودیان که عید خیمه ها باشد نزدیک بود. پس برادرانش به او گفتند: اینجا را ترک کرده به یهودا روانه شو، تا که شاگردانت نیز آن اعمالی را که تو به جا می آوری ببینند. زیرا کسی که می خواهد مشهور شود در پنهانی عمل نمی کند. اگر تو چنین اعمال را به جا می آوری، خود را به جهان بینما. زیرا برادرانش نیز به او ایمان نآورده بودند. عیسی به آنها گفت: وقتی من هنوز نرسیده است، لیکن برای شما هر وقت مناسب است. جهان نمی تواند به شما عداوت داشته باشد، لیکن به من عداوت دارد، چون که من بر آن شهادت می دهم که اعمالش بد است. خیلی خوب. پس چه کار میکنه اینجا؟ خب عیسی مسیح میگه که خب او شهادت میکنه که انسان شریر هستن، چیزهای بد انجام میدن. خب و به این دلیل چند مردم او را رد کردند. خب و دلیل دیگه هست که میخواستن او را بکشن. دلیل دیگه اینه که عیسی مسیح ادعای بزرگ میکرد که مهمتر از پیامبر دیگه هست. میگه که او میگفت که برابر با خدا بود و این خیلی ادعای جدی هست. درسته؟ اگر درست نیست پس خیلی چیز کفر، شرک و اونا میخواستند به این دلیل او را بکشند. خب و میبینیم الان عیسی میگه این چیزها راجع به خودش میگه. شما به این عید بروید، اما من حالا به این عید نمی روم، چون که وقت من هنوز پر نشده است. این را به آنها گفته در جلیل ماند. وقتی که برادرانش به عید آمدند، او نیز آمد، نه آشکارا بلکه پنهانی. اما یهودیان او را در عید جستجو نموده می گفتند: او کجاست؟ و در میان مردم درباره او گفتگوی بسیاری بود. بعضی ها می گفتند: او نیکوست. اما دیگران می گفتند: نه، او مردم را گمراه می کند. لیکن از ترس یهودیان هیچ کس درباره او آشکارا سخن نمی گفت. چون نصف عید گذشت، عیسی به معبد آمده تعلیم داد و یهودیان در حیرت افتاده گفتند: این شخص نوشته ها را چگونه می داند در صورتی که هرگز تعلیم نیافته است؟ عیسی در جواب آنها گفت: تعلیم من از آن من نیست، بلکه از آن فرستنده من است. اگر کسی خواهد اراده او را به عمل آورد، درباره این تعلیم خواهد دانست که آیا آن از خداست یا که من از خود سخن میگویم. خب پس میبینیم که عیسی مسیح گفت که تعلیم من از من نیست ولی از خداست. و تعلیمش چی بود؟
الان میبینیم چی میگه راجع به خودش. هر که از خود سخن گوید جلال خود را میجوید، ولی هر که جلال فرستنده خود را میجوید او حقیقی است و در او ناراستی نیست. آیا موسی به شما شریعت را نداد و کسی از شما از روی شریعت عمل نمی کند؟ چرا می خواهید مرا بکشید؟ مردم در جواب گفتند: تو دیو داری، کی میخواهد تو را بکشد؟ عیسی در جواب آنها گفت: یک کار کردم و همه شما در حیرت مانده. موسی به شما ختنه را داد که آن نه از موسی بلکه از پدران بود و شما پسران خود را در روز شنبه ختنه می کنید. مادامی که پسران را در روز شنبه ختنه می کنند تا که شریعت موسی ویران نشود، پس چرا بر من خشمگین می شوید که در روز شنبه کسی را شفای کامل دادم؟ از روی نمود ظاهری داوری نکنید بلکه از روی عدالت داوری کنید. آنگاه بعضی از اهل یروشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که او را میخواهند بکشند؟ اینکو آشکارا سخن میگوید و به او چیزی نمیگوید. آیا سرداران یقین دانستند که او در حقیقت مسیح است؟ لیکن ما میدانیم که این شخص از کجاست، اما چون مسیح آید کسی نخواهد دانست که او از کجاست. و عیسی وقتی که در معبد تعلیم میداد ندا کرده گفت: مرا میشناسید و نیز میدانید که من از کجا هستم و من از خود نآمدم، ولی فرستنده من حقیقی است که شما او را نمیشناسید. اما من او را میشناسم، چون که من از جانب او هستم و او مرا فرستاده است. آنگاه خواستند او را دستگیر کنند، ولی کسی دست بر او نانداخت، چون که هنوز ساعتش نرسیده بود. لیکن بسیاری از مردم به او ایمان آوردند و گفتند: چون مسیح آید نخود که از این شخص بیشتر علامات نشان خواهد داد. و فریسیان شنیدند که مردم درباره او چنین میگویند، پس فریسیان و سرکاهنان ملازمان را فرستادند تا که او را دستگیر کنند. و عیسی گفت: باز مدت کمی من نزد شما هستم، پس از آن نزد فرستنده خود می روم. شما مرا خواهید جست و نخواهید یافت و به آن جایی که من هستم نمی توانید بیایید. خب پس خیلی گیج کننده بود وقتی عیسی مسیح راجع به خودش میگفت و تعلیم میداد. خیلی گیج کننده بود. چند مردم ایمان آوردن و چند ایمان نیاوردند و چند مردم میگفتند که عیسی مسیح میگه و چند میگفتن نه او مردم رو گمراه میکنه. خب پس عیسی مسیح کیه؟ حضرت عیسی مسیح کیه؟ فقط یک پیامبره یا بیشتر از پیامبره؟ حتما پیامبره، ولی بیشتر از پیامبره. کتاب مقدس میگه که عیسی مسیح ما را راضی میکنه. او از خدا میاد و هم نجات دهنده ماست. خب وقتی عیسی مسیح روی صلیب مرد، خب ما گناه ما بخشیده شده. خب ادامه میدیم با این فصل و بعداً بیشتر توضیح میدم. یهودیان به یکدیگر گفتند: به کجا میخواهد برود که ما او را یافته نتوانیم؟ آیا میخواهد نزد آنهایی برود که در بین یونانیان پراکنده هستند و یونانیان را تعلیم دهد؟ چیست معنای سخنانی که او گفت؟ مرا خواهید جست و نخواهید یافت و به آن جایی که من هستم نمیتوانید بیایید. و در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده ندا کرد و گفت: هر که تشنه باشد نزد من بیاید و بنوشد. هر که به من ایمان آورد، چنان که در نوشته ها گفته شده است، از بطن وی
نهرهای آب حیات جاری خواهد شد. این سخن را او درباره روح گفت که هر کی به او ایمان آورد آن را خواهد یافت. خیلی خوب. پس اینجا خیلی جالبه که عیسی مسیح گفت هر که تشنه هست به من بیاد و من شما را دیگه تشنه نمیشین. خب و هر کس که ایمان میاره به عیسی مسیح بیشتر از تشنه نمیشین، ولی او گفت که آب از شما، آب روح از شما میریزه. خب و این چه میگفت؟ این آب واقعیه؟ نه، عیسی مسیح راجع به روح القدس حرف میزد. روح القدس مثل آبه که میریزه و تشنه ما راضی میکنه. خب و عیسی مسیح قول میده که اگر ایمان بیارین، خب روح القدس شما را پر کنه تا میتونیم پر از شاد باشید، میتونیم پر از آرام باشید، میتونیم پر از عشق و محبت باشید. خب و ما ادامه میدیم و بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. زیرا که روح القدس هنوز عطا نشده بود، چون که عیسی هنوز جلال نیافته بود. بسیاری از مردم این سخن را شنیده گفتند در حقیقت این شخص همان پیغمبر است. بعضی ها گفتند این مسیح است. لیکن دیگران گفتند مگر مسیح از جلیل می آید؟ آیا در نوشته ها گفته نشده است که مسیح از نسل داوود و از بیت لحم که دیه داوود بود باید آید؟ به همین طریق درباره او در بین مردم اختلاف افتاد. بعضی از آنها خواستند او را دستگیر کنند، لیکن کسی به او دست نانداخت. پس ملازمان نزد سرکاهنان و فریسیان برگشتند و آنها پرسیدند چرا او را نآوردید؟ ملازمان جواب دادند کسی هرگز مانند این شخص سخن نگفته است. فریسیان به آنها گفتند آیا شما نیز گمراه شده اید؟ آیا کسی از سرداران یا از فریسیان به او ایمان آورده است؟ اما این مردمی که شریعت را نمیدانند ملعون می باشند. نیقودیموس که شبانه نزد او آمده بود و یکی از آنها بود به آنها گفت آیا شریعت ما کسی را محکوم می نماید به آنکه اول سخنش را بشنود و بداند که وی چی کار کرده است؟ آنها در جواب وی گفتند مگر تو نیز جلیلی هستی؟ تحقیق کن و ببین، زیرا که هیچ پیغمبر از جلیل ظهور نکرده است. پس هر کس به خانه خود رفت. خب پس در این فصل دیدیم که خب مشکل بود برای مردم بفهمن عیسی مسیح کی بود. خب چون گاهی از اونا فکر کردن که او مردم رو گمراه می کرد ولی دیگران دیدند که عیسی مسیح خیلی معجزه می کرد، معجزه عمل می کرد و اونا گفتن وقتی میدونیم که این مرد از خداست، چون دیگه نمیتونیم بفهمیم معجزه از کجا میاد. خب پس خیلی گیج کننده بود برای اونا. خب و ما الان امروز همین جر و بحث داریم، همین مشکلی داریم، چون در دنیا زیاد میفهمن که عیسی مسیح کسی مهم است. حضرت عیسی مسیح کسی که
فراموش کردنی نیست. خب و میفهمین که کسی مهم است، ولی هنوز جر و بحث هست. کی هست؟ عیسی مسیح کیه؟ خب او معلم خوب بود یا دیو داشت یا تعلیمش از خداست؟ ادعایش راجع به خودش درسته؟ پیامبر هست یا بیشتر از پیامبر هست؟ خب و من مسیحی هستم و مسیحیان میفهمیم که حضرت عیسی مسیح بیشتر از پیامبر هست. او خدا در جسم است و این خیلی عجیبه. میدونم عجیبه فکر کنیم که خدا توی این جهان زندگی میکرد، ولی از ادعای عیسی مسیح اینو میفهمیم. خب چون کی است که میتونه ما را تشنه ما از بین ببره مثل عیسی مسیح گفت؟ خب فقط خدا خودش تشنه ما راضی بکنه، درسته؟ خب پس عیسی مسیح خب کسی خیلی مخصوص بود. و وقتی عیسی مسیح میبینید خدا خودتون میبینید، خدا میبینید در جسم. خب و عیسی مسیح روی صلیب مرد. خب چرا؟ برای گناه ما. خب آیا میدونید که خدا شما را دوست داره؟ خب خدا شما را دوست داره. چطور میتونم مطمئن باشم؟ خب چون خدا میگفت من همه را دوست دارم، من همه میخوام اونا نجات پیدا بکنن و به این دلیل عیسی مسیح آمد توی این دنیا تا ما را نجات بده. نجات از چی؟ نجات از گناه، نجات از مرگ. خب و اگر میدونین که گناهکاری و میترسین چون میدونین که خدا روز داوری هست و خدا گناهکار را محکوم میکنه، خب پس بدونین که عیسی مسیح محکومت از آورد. خب او محکومت از خودت گرفت. ببخشید ممکنه خوب توضیح نمیدم، ولی عیسی مسیح خب گناه ما ببخشه. خب اگر میخواهید توی پادشاه خدا وارد بکنه و بدونین که محکوم نمیشین، ایمان بیاریم به عیسی مسیح، چون او از طرف او ما بخشیدن میگیریم از خدا. خب امیدوارم که توضیح من خوب بود. اگر نفهمیدید لطفاً سوال بگذارین توی این کانال و سعی میکنم سوال شما جواب بدم. خب و امیدوارم که روز خوب داشته باشید و دعا میکنم که عیسی مسیح ایمان بیارین. خب ایمان بیاریم به عیسی مسیح و خداحافظ.